سکشن عمودی میخوام تکنیک افزایش حجم رو اجرا کنم و گرادیویشن کنم. شیپی که من توی سر دارم میسازم به کمک سکشن عمودی هستش. قسمت بالا بلندتر از قسمت پایین میشه که اینطوری ما تکنیک افزایش حجم رو کاملا میبینیم. پایین کوتاه‌تره و به تناوب هرچی بالا اومده درجه افزایش اجرا شده. سکشن دومم رو دستم میگیرم، راهنما از بغل دارم، از دندون‌های ریزشونم استفاده میکنم که تمیز باشه کارم.